روز دوشنبه پلیس یریون سنگرهای اعتراضگران ارمنی را از بین برده تخمیناً 50 نفر را بازداشت نمود. 2 هفته پیش پلیس با استفاده از نیرو اعتراضگران را از خیابان بگرامیان خارج کرده بود ولی آنها به میدان برگشتند. حالا ظاهراً وضع آرام بوده، رفت و آمد نقلیات در مرکز یریون برقرار شده است. اکنون سوال این است که واکنش اعتراضگران چی خواهد بود؟ بر اثر حمله بالای اداره تقدیم شناسنامه در کنار شهر کویته پاکستان، یک افسر پلیس و 2 شخص آسایشته به هلاکت رسیدند. در این حادثه 2 شخص ملکی دیگر نیز جراحت برداشتند. پلیس میگوید 2 قربانی نماینده قوم هزاره بودند. هزاره ها بارها مورد حمله های افراطگراهای سنی تبار قرار گرفتند. در این منطقه همچنان جدای خواهان بلوچی نیز حمله های سرتلفات راه اندازی کردند. روز یکشنبه در نتیجه یک ترکیش در کویته 1 نفر کشته، 19 کس دیگر مجروح شدند. در شهر کیشینیو ازدحام با موسیقی و رقص جمع شده ابراز داشته است که مولداوا باید استقلالش را برهم داده بر رومانیا همراه شود. تخمیناً 5000 نفر قطعنامه را به امضا رسانیده تاکید کردند که یگانه راه بازگشت مولداوا به عائله اروپایی محض همین است. در خود رومانیا هم سابق پرزیدنت این کشور ترایان باسسکو اظهار نمود که متحد شوی 2 کشور یگانه امکان پیوستن مولداوا به اتحاد اروپا می باشد. اکثر اهالی مولداوا به زبان رومانی صحبت می کنند و بخش بزرگ این کشور در بین سالهای 1918 و 1940 قسمی از رومانیا به حساب می رفت. در شهر کابل بر ضد لغو حکم دادگاه که 4 نفر از مسئولان قتل فرخنده را از اعدام رها نموده است، گرد همایی تشکیل شد. خانم 27 ساله افغان با نام فرخنده در ماه مارت با عیبنامه بی‌پایه سوزانیدن قرآن از طرف ازدحام به قتل رسیده بود. 1 ایول دادگاه افغان حکم اعدام را بازنگری نموده 1 نفر را بیگناه و 3 متهم دیگر را به مدت از 10 تا 20 سال از آزادی محروم کرد. در قزاقستان روز پایتخت شهر آستانه را جشن گرفتند. سال 1997 آستانه به جای الماتا پایتخت قزاقستان اعلان شده است. در این جشنواره فرهنگ کوچمنچیان و از جمله اسب سواری و موسیقی اصیل قزاقی نمایش داده می شوند. سال 2006 تصمیم گرفته شد که 6 ایول همچون روز آستانه جشن گرفته شود. جای یادآوری است که پرزیدنت قزاقستان نورسولطان نظربایف هم 6 ایول به دنیا آمده است و اکنون او 75 ساله شد.